اولین ویدیوی کانال من. خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با ویدیوی جدید، با اولین ویدیوی کانالم. میخوام ربات همستر کامبات رو بررسی و بهتون معرفی کنم. اگه دوست داشتید، اگه ثبت نام نکردید، حتما وارد این ربات همستر کامبات بشید که تا یه ماه دیگه لیست میشه. خب وارد ربات همستر کامبات میشید. خب اول میخوام از بخش بوس میخوام بهتون یاد بدم. تو بخش فول انرژی، مثل ربات‌های دیگه فول انرژی داره. 6 بار میتونید در روز این فول انرژی یعنی پر میشه. این بخش 8500 کلیک میکنید مثلا این صفر بشه، این گزینه فول انرژی بزنید 6 بار پر میشه، میتونید کلیک کنید. توربو، بخش توربوش هم کامیکسونه نیومده. تو بخش بوسترز، تو این بخش اولی ارتقا بدید، هر چقدر بیشتر کلیک کنید بهتون بیشتر پول میده. تو بخش انرژی لیمیت هم باتریتون بیشتر میشه. خب بریم تو بخش فرند. تو بخش فرند کلا من همین الان یه دونه زیر مجموعه بیشتر ندارم. تو بخش فرند این وایت فرند، هر فرندی بیارید بهتون 5000 تا سکه میده. تو بخش اگه فرندی بیارید که تلگرامش پریمیوم باشه بهتون 25000 تا سکه میده. خب تو بخش ارن، خب فرند رو گفتیم تمام شد. تو بخش ارن، توی بخش دیلی ریوارد، تو این بخش هر روز باید بیایید کلیک کنید. روز اول 500 تا میده، روز دوم 1000 تا، روز سوم 2500 تا روز نهم و دهم. روز نهم 1 میلیون سکه میده، روز دهم 5 میلیون. حتما اینو بیاید هر روز انجام بدید. یه روز نیایید این از اول شروع میشه. اینو حتما حواستون باشه، هر روز بیاید انجام بدید، کلیم کنید. تو بخش جوین، تو این بخش اولیه باید وارد کانال تلگرامش بشید، 5000 تا میده. کانال یوتیوبش رو باید سابسکرایب کنید، 50000 تا میده. توییترش فالو کنید، 5000 تا. سه تا فرند بیارید 25000 تا. اینم شوز یور اکسچنج هم بیارید، صرافیتون رو عوض کنید. صرافی تو این بخشه. تو بخش روی این گزینه کلیک کنید. بعد شوز تو بخش دومی اینو بزنید. تو اینجا میتونید صرافیتون رو عوض کنید، هر صرافی رو دوست دارید میتونید بذارید، اصلا فرقی نداره. خب بخش ارنم تمام شد. بخش ایردراپ هنوز ایردراپش نیومده، کامیکسونه. تو بخش مانی، اول به این بخش کامبو رو بهتون میگم. به این بخش میگن کامبو. هر روز ساعت 3:30 ظهر کامبوهای جدید میاد. شما این سه تا کارت های جدید و هر روز هم کارت عوض میشه. این سه تا کارت های جدید رو پیدا کنید بهتون هر روز 5 میلیون سکه میده. حتما این بخش رو انجام بدید. کارت های پایین، این کارت ها رو باید تا یه لولی برسونید. بهتون پیشنهاد میکنم همه این کارت هایی که ارزش داره، مثلا این کارت ببینید میزنید روش، شما برای من الان 3 میلیون سکه میدم، بعد هر ساعت تقریبا 2800 تا بهم سکه اضافه میکنه تو پروفیتم، بهم سکه میده. اینا رو همه رو بالای لول 10 کنید. سکه هاتون بالای 400000 تا میشه، 500000 تا میشه. همه رو بالای لول 10 کنید. آره این کارت هم خیلی مهمه. ببینید این 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 اینا رو خوب ارتقا بدید. این هم خوبه. بعد تو بخش اسپیشال، تو این بخش همه کارتایی که میتونید بخرید رو ارتقا بدید. مثلا این کارتو تا لول 5 برسونید. این کارت خوبه. حالا این کارت خوبه، این کارت بد نیست. بعد
این نه، این کارت نه، این کارت خوب باشه. بریم پایین. این کارت خوبه، این کارت خوب ارتقا بدید. بعد این سه تا کارت آخری پایینی هم ارتقا بدید. برای من لول این کارت اولیه لول 14 11 12 این سه تا کارت هم حتما ارتقا بدید. بله این بخش هم شد. همه رو ببینید، بیشتر کارت‌ها تو لول 10 به بالا باشه، 10 11 12 13 بعد 16 باشه، پروفیتتون بالای 400,000 تا میشه. بعد این کامبای جدیدم حتما هر روز بهتون 5 میلیون میده، حتما بگیرید، یادتونم نره. آموزش ربات همستر کامبات که یه ماه دیگه لیست میشه. حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، دوست داشتید وارد کانال تلگراممون بشید، این ویدیو هم دوست داشتید لایک کنید. حتما ویدیوهای بعدی رو با انرژی بیشتر میام. خیلی ببخشید این اولین ویدیو کاناله، دارم یاد میگیرم. خیلی ممنون، خداحافظ.